بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم در قسمت 52 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت های گذشته این برنامه خدمت شما دوستان عزیز مطالبی را در مورد باب احکام صفت صلات یا چگونگی خواندن نماز در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تقدیم کردم و با بیان تکبیر تحریمه و همچنین چگونگی تکبیر تحریمه و تکبیرات و بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریمه و در وقت تکبیرات انتقال و همچنین دعای استفتاح کدام دعا باید خوانده شود در بعد از گفتن تکبیر تحریمه و خواندن اعوذ بالله و بسم الله و خواندن سوره فاتحه و خواندن سوره دیگری و به چه اندازه باید بوده باشد سوره دیگر که خوانده می شود و کدام سورت ها در کدام نمازها باید افضل و بهتر یا سنت است که خوانده شود و همچنین بیان اینکه باید انسان وقتی که در نمازهای خصوصا نفلی نمازهای شب قرائت میکند باید با تدبر قرائت کند و وقتی که آیت رحمت می آید از الله متعال رحمتی از او را طلبگار شود و وقتی که آیت عذاب می آید از الله متعال از عذاب از او پناه بجوید. این مطالب را در قسمت های گذشته این برنامه در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما دوستان محترم و دوستان ارجمند تقدیم کردم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه امو مطلب سابق است، ادامه مطالب باب احکام چگونگی یا صفت نماز است و در این قسمت در اولا در مورد تکبیرات انتقال یکی تکبیر تحریمه است که در اول گفته می شود و یکی هم تکبیرات انتقال است که در هر رکعتی از نماز 5 تکبیر گفته می شود که به نام تکبیرات انتقال یاد می شود که اولا وقتی که انسان به رکوع می رود تکبیر می گوید و بعد از او دوم به سجده رفتن و سوم وقتی که از سجده بلند می شود و چهارم وقتی که به سجده دوم می رود و پنجم وقتی که از سجده بلند می شود. این 5 تکبیر را به نام تکبیرات انتقال یاد می کنند و همچنین تکبیری که بعد از خواندن یک دو رکعت نماز برکت سوم که بلند می شود از قاعده اول الجلسه اول بلند می شود، این تکبیر را هم تکبیر انتقال گفته می شود که مجموعا در 5 وقت نماز در 5 فرضی از فروضات نماز مجموع این تکبیرات به 89 تکبیر می رسد که و اگر تکبیر تحریمه را هم شامل از او کنیم که با 5 تکبیر تحریمه 94 تکبیر می گردد. و این تکبیرات تکبیر تحریمه به اتفاق علما همچنان قبلا ما بیان کردیم از جمله ارکان نماز است، نماز بدون از او درست نمی شود و اما تکبیرات انتقال در نزد جمهور علما سنت است. اگر از پیش کسی فوت شود در نمازش خلل وارد نمی کند، جمله سنت های نماز است مگر در مذهب حنبلی در نزد امام احمد بن حنبل و همچنین در مذهب ظاهری از جمله واجبات نماز است، چون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همیشه با گفتن این تکبیرها مداومت کرده بودند و هیچ وقت این تکبیرات را ترک نکرده بودند. اما جمهور علما میگن سنت است، چون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیثی که مسیء الصلات، حدیثی که شخصی که نماز خوب خوانده نمیتونست بعد از وقتی که واجبات نماز را تعلیم داد در واجبات نماز ذکری از تکبیرات انتقال نبود، لذا گفتن تکبیرات انتقال در نزد علما جمهور علما سنت است. و این مطلب بیان تکبیرات انتقال در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت شده است، از جمله حدیث است که حدیث متفق علیه است، حدیث است که امام بخاری و امام مسلم را از صحابی جلیل قدر حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام الى الصلاه یکبر حین یقوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که اراده قیام به نماز میکردند تکبیر میگفتند که مراد از او تکبیر تحریم است و گفتیم که به اتفاق علما رکنی از ارکان نماز است.
ثم یکبر حین یرکع و تکبیر دوم وقتی میگفتن که به رکوع میخواستن که به رکوع بروند. ثم یقول سمع الله لمن حمده حین یرفع صلبه من الرکوع، هنگامی که از رکوع بلند میشدن تکبیر نمیگفتن بلکه سمع الله لمن حمده میگفتن. ثم یقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، هنگامی که استاد میشدن از رکوع باز و ربنا ولك الحمد میگفتن. ثم یکبر حین یهوی ساجدا، هنگامی که نیتی سجده میکردن به طرف سجده کردن پایان میشدن در وقت هم تکبیر میگفتن الله اکبر میگفتن. ثم یکبر حین یرفع رأسه، وقتی که سر خود را از سجده بلند میکردن در وقت هم تکبیر میگفتن. ثم یکبر حین یسجد و چهارم وقتی که سجده میکردن سجده دوم را در وقت هم تکبیر میگفتن. ثم یکبر حین یرفع، همچنان وقتی که از سجده دوم سر مبارک خود را بلند میکردن تکبیر میگفتند. ثم یفعل ذلك فی الصلاة كلها، در تمام رکعات نماز به این شکل این تکبیرات را انجام میدادند. و یکبر حین یقوم من اثنتین بعد الجلوس، وقتی که بعد از خواندن دو رکعت نماز قاعده میخواند در قاعده می نشستند، وقتی که از قاعده بلند میشدند به رکعت سوم در وقت هم تکبیر میگفتند. پس این حدیث دلالت به مشروعیت تکبیرات میکند. تکبیر 5 تکبیر در هر رکعتی از رکعات نماز مشروع است و در نزد جمهور علما سنت است. و همچنین دلالت به این میکند که وقتی از سجده انسان بلند میشود، از رکوع بلند میشود تکبیر نمیگوید بلکه سمع الله لمن حمده میگوید. و اگر منفرد بوده باشد هر دو را میگوید، هم سمع الله وقتی بلند شدن سمع الله لمن حمده، وقتی که استاد میشود باز ربنا ولک الحمد میگوید. و همچنین وقتی که امام باشد هر دو را میگوید، وقتی بلند شدن سمع الله لمن حمده و وقتی که استاد میشد ربنا ولک الحمد. اما مأموم یا مقتدی، کسی که از پشت امام اقتدا کرده، او فقط سمع ربنا ولک الحمد میگوید، چون امام سمع الله لمن حمده گفت و او ربنا ولک الحمد میگوید. و این مطلب در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایتی که حدیثی که امام ابو داود را روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هنگامی که شنیدین که امام در وقت بلند شدن از رکوع سمع الله لمن حمده گفت، شما ربنا ولك الحمد بگویید. و چه وقت باید این را بگوید؟ تکبیرات را علما قولشان است که گفتن تکبیرات با گفتن با عملی امور رکن انجام می‌یابد. وقتی که شروع به بلند کردن دستهای در تکبیر تحریمه میکنی با گفتن الله اکبر هم در اون وقت شروع میکنی. همچنین وقتی که رفتن به رکوع را شروع میکنی گفتن الله اکبر را شروع میکنی. و همچنین وقتی که از رکوع بلند شدن را آغاز میکنی با گفتن سمع الله لمن حمیده شروع میکنی. و همچنین وقتی که به سجده رفتن را شروع میکنی با گفتن الله اکبر شروع میکنی. و همچنین دیگه افعال نماز هر فعلی را وقتی که آغاز کردی با گفتن تکبیر انتقال شروع میکنی. و این مطلبی که تکبیرات انتقال باید گفته شود در حدیث دیگری هم که او را امام احمد و امام نسائی و امام ترمذی روایت میکنند از عبدالله بن مسعود که ایشان فرمودند رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یکبر فی کل رفع و خفض و قیام و قعود، ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که هر وقتی که بلند میشدن و هر وقتی که پایان میشدن به سجده و به رکوع و یا از رکوع و سجده بلند میشدن در تمام این وقتها تکبیر میگفتند. البته گفتن سمع الله لمن حمیده از این مستثناست به حدیثی که قبلا خدمتتان عرض کردم. و همچنین تکبیرات امام به طور جهری میگوید، اما مأموم و همچنین منفرد به طور خفیه میگوید. و از امام بخاری از ابو سعید بن حارث رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند صلی بنا ابو سعید فجهر بالتکبیر حین رفع رأسه من السجود. ابو سعید خدری بر ما نماز داد وقتی که سر خود را از سجده بلند میکرد با تکبیر گفتن تکبیر جهرا آواز خود را بلند میکردند. و همچنین وقتی که سجده میکردند و همچنین وقتی که از رکوع بلند میشدند تمامی اوقاتی که تکبیر تحریمه گفته میشود تمامی از او را با گفتن با صدای بلند انجام میدادند، چه نماز خفیه می بود چه نماز جهری.
و در آخر گفتن که هاکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی، همچنین ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیدم که نماز می‌خواندند، یعنی تکبیرات انتقال را با آواز بلند میگفتند، چه نماز جهری می بود چه نماز خفیه می بود. و مطلب دیگری که مربوط این بحث و موضوع ما میشه این است که وقتی که انسان تکبیر انتقال را گفت، اول تکبیر انتقال را گفت و به رکوع رفت، باید در رکوع چه دعا را بخواند؟ اول اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رکوع و در سجده از خواندن قرآن کریم نهی کردند و قرآن کریم خواندنش در رکوع و در سجده مشروع نیست، بلکه در وقت قیام فقط خوانده می شود. و این مطلب را امام مسلم از صحابی جلیل قدر عبدالله ابن عباس ابن عم النبی صلی الله علیه و سلم روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الا و انی نهیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، با خبر باشد که من نهی شدم، منع شدم، خداوند مرا منع کرده که در هنگام رکوع، در وقت رکوع و در وقت سجده قرآن بخوانم. فاما الرکوع فعظموا فیه الرب، اما در رکوع شما تعظیم بزرگی الله متعال را بیان کنید، سبحان ربی العظیم بگوید. و اما السجود فاجتهدوا فی الدعاء، اما در وقتی که سجده میکنید کوشش کنید که دعا بکنید در حق خودتان و در حق والدینتان و در حق عامه مسلمان ها و دعا بکنید. فقمین ان یستجاب لکم، خیلی امید است که در دعای شما در وقت سجده مورد اجابت و مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد، چون وقتی که انسان سجده میکند نزدیکترین وقت است که انسان به الله نزدیک می شود. یعنی نزدیکترین وقتی که الله انسان بنده مسلمان به الله نزدیک می شود وقتی سجده از اوست که به درگاه از او در روی زمین سجده میکند، و وقتی که الله متعال با انسان مسلمان به الله متعال نزدیک شود همانقدر امید است که الله متعال دعای از او را قبول کند. لذا دعایی که در سجده می شود زیاد امید است که مورد قبول درگاه الله متعال قرار گیرد. و این حدیث گفتم دلالت به این میکند که خواندن قرآن کریم در سجده و در رکوع نادرست است، صحیح نیست. و در رکوع تعظیم الله متعال بیان می شود که در روایت دیگری آمده که حذیفه، امام مسلم از حذیفه رضی الله عنه روایت میکند که فجعل یقول رسول الله صلی الله علیه و سبحان ربی العظیم، در سجده ایشان سبحان ربی العظیم میگفتند، پس در سجده تعظیم و تسبیح و تحمید الله متعال در رکوع بیان می شود. و اما در سجده علاوه به گفتن سبحان ربی الاعلی انسان میتواند که هر دعایی که بر نفع خودی از او و والدینی از او و اقاربی از او و مسلمان ها بوده باشد و دعا را بکند و تا که مورد قبول درگاه الله متعال قرار گیرد. اما دعایی که در سجده وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و در رکوع وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را میخواندند، بیان این دعا را بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت ما عرض میکنم. با ما باشید تا بعد از یک میانه برنامه کوتاه. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا، ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اولی این برنامه خدمت شما مطالب را عرض کردم و گفتم که خواندن قرآن کریم بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده در رکوع و در سجده
صحیح نیست، مشروع نیست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در رکوع باید عظمت و تعظیم و تسبیح الله متعال بیان شود و در سجده هر نوع دعایی که انسان بکند مورد قبول درگاه الله متعال ان شاء الله قرار میگیرد و امید زیاد است که دعای انسان در سجده قبول شود. در سجده کوشش کند که دعا بکند. و احادیثی که در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، بعضی از آنها این است که حدیث است که اصحاب سنن ابو داود و ابن ماجه و ترمذی و امام نسائی و همچنین امام احمد او را از صحابی جلیل القدر حضرت حذیفه روایت میکنند که ایشان فرمودند صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم فکان یقول فی رکوعه سبحان ربی العظیم و فی سجوده سبحان ربی الاعلی. من با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز خواندم و دیدم که ایشان در رکوع خود سبحان ربی العظیم میگفتند و در سجده خود سبحان ربی الاعلی میگفتند. پس از جمله دعایی که در رکوع سجده وارد است این است که در سجده در رکوع باید سبحان ربی العظیم گفته شود و اقلش یک بار است و در سجده سبحان ربی الاعلی همچنین اقلا یک بار و از او بیشتر میکند. خوب است که 3 بار یا 5 بار یا 7 بار هر قدری گفته میتواند، اشکالی ندارد. اما وقتی که یک بار میگوید واجب ادا می شود. و همچنین امام مسلم و امام ابو داود و امام نسائی از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی رکوعه و سجوده سبوح قدوس رب الملائکه والروح. که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم در رکوع خود و هم در سجده خود این دعا را میخواندند که سبوح قدوس رب الملائکه والروح، ای ذاتی که از هر نقص و از هر شریکی مبرا و پاک استی و از هر آنچه که لایق شأن تو نیست تو پاک استی و تو پروردگاری ملائکه ها و جبرائیل علیه السلام هستی. پس همچنین از جمله دعایی که در رکوع و سجده خوانده می شود و در احادیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است این است که گفته شود که سبوح قدوس رب الملائکه و روح، که یک بار میگویی 2 بار یا 3 بار اشکالی ندارد. و همچنین ام المؤمنین عایشه صدیقه در حدیث متفق علیه روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی رکوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رکوع و سجده خود این دعا را میخوانند که سبحانك اللهم و بحمدک، ای بار اله پاکی است تو را، پاکی که در عین وقت حمد و ثنای تو را ما بیان میکنیم. اللهم اغفر لی، ای بار اله من را ببخش. و در روایت دیگری هم میاد که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه سوره اذا جاء نصر الله والفتح به ایشان نازل شد، بعد از نزول این سوره هر نمازی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میخواندند در رکوع خود و در سجده خود این دعا را میخواندند که سبحانك ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. چون در ادامه این سوره خداوند متعال میفرماید که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، و بر رسول اکرم صلی الله علیه و امر میکند که فسبح بحمد ربک واستغفره. و با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این سورت به خاطر امتثال امر الله متعال که خداوند متعال به او امر کرد که فسبح بحمد ربک واستغفره، فسبح بحمد اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. به خاطر امتثال این امر الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر نمازی که میخواندن این دعا را میخواندن که سبحانك ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، در حالی که همه گناه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گناه قبلی و بعدی از او بخشیده شده بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبرأ و پاک از گناههای صغیره و کبیره بودند. با وجود او هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر امتثال امر الله متعال و به خاطر تعلیم امت خود در رکوع و سجده خود میگفتند که ای بار اله پاکی و نزاهت و قدسیت تو راست و تو گناههای من را ببخش. و در مورد رکوع کردن که باید رکوع چه رقم کرده شود، دسته ها در رکوع چه رقم گرفته شود، در این مورد هم
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله احادیث وارد است، از جمله حدیث مسیء الصلاة، حدیث مشهوری است که چند بار ما را ذکر کردیم. در یکی از روایت های از او آمده که اذا رکعت فضع راحتیک علی رکبتیک، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به او شخص در فهماند که وقتی که تو رکوع میکنی، به او شخص گفت که وقتی که رکوع میکنی فضع راحتیک علی رکبتیک، تو قفی هر دو دست خود را بر بالای زانوهای خود بگذار، یعنی قفی دست راست خود را، زانوی راست خود را با قف دست راست خود محکم بگیر و زانوی چپ خود را با قف دست چپ خود محکم بگیر. و همچنین حدیث دیگری از ابو سعید و عقبه بن عامر، ابی مسعود عقبه بن عامر روایت شده است که ایشان فرمودند انه رکع فجاف یدیه، نقل کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله رکوع کردند، فجاف یدیه، دستهای خود را دور گرفتند، دستهای خود را از بغل خود، از سینه خود دور گرفتند وقتی رکوع کردند. و وضع یدیه علی رکبتیه، و هر دو دست خود را با هر دو زانوی خود گذاشتند، دست راست خود را در بالای زانوی راست خود و دست چپ خود را در بالای زانوی چپ خود گذاشتند. و فرج بین اصابعه، و پنجه های دست خود را دور کردند، یک جای نچسباندند. در وقتی که دستهای خود را بر بالای زانوهای خود محکم گرفتند، پنجه های مبارک خود را هم از همدیگر جدا کردند. و قال هكذا رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله، ایشان عقبه بن عامر، ابو مسعود گفتند که من همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که نماز می‌خواندند. پس این هیئتی از رکوع اتفاق بین علما است، همه علما اتفاق دارند که هیئت رکوع کردن این رقم است که انسان با دست راست خود زانوی دست راست خود را قائم بگیرد، زانوی پای راست خود را قائم بگیرد و با دست چپ خود زانوی پای چپ خود را و انگشت‌ها را به شکلی بگذارد که در بینشان فاصله بوده باشد و زانو توسط قف دست باید محکم گرفته شود. و در مورد دعایی که بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می شود، حدیثی که قبلا خدمت شما عرض کردم که حضرت حدیث متفق علیه که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده بود در مورد تکبیرات انتقال، که ایشان در قسمت او حدیث فرمودن ثم یقول سمع الله لمن حمده، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قسمت این حدیث فرمودن ثم یقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، وقتی که از رکوع بلند می شود باید سمع الله لمن حمده بگوید، ثم یقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وقتی که بلند می شود استاد می شود تعدیل ارکان انجام می دهد و وقت ربنا ولك الحمد بگوید. پس گفتن سمع الله لمن حمده در وقت بلند شدن از رکوع برای امام برای مأموم مشروعیت دارد و همچنین برای منفرد، و گفتن ربنا ولك الحمد هم برای امام هم برای مأموم و هم برای منفرد و هم برای مقتدی، برای همگی مشروع است که وقتی که امام سمع الله لمن حمده میگد هم امام ربنا ولك الحمد میگد هم مأموم. و چه وقت باید گفته شود؟ و امام در وقت بلند شدن سمع الله لمن حمده میگوید و مقتدی وقتی که استاد شد پشت خود را استاد کرد، یعنی تعدیل ارکان انجام داد، در وقت ربنا ولك الحمد میگوید. و دعای دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که درازتر از این دعاست، حدیثی که امام مسلم او را از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند که ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا رفع رأسه من الركوع قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که سر مبارک خود را از رکوع بلند میکردند این دعا را میخواندند که اللهم ربنا لك الحمد، ای بار الها حمد و ثنا خاص تو راست. البته وقتی که بلند میشدن، وقتی بلند شدن سمع الله لمن حمده میگفتن، بعد از اینکه بلند میشدن و استاد میشدن و تعدیل ارکان را انجام میدادن این دعا را میخواندن که اللهم ربنا لك الحمد، ای بار الها تو راست حمد و ثنا و ستایش، ملء السماوات والارض، بپری آسمان و زمین، و ملء ما شئت من شیء بعد، و بپری هر آنچه که تو خواسته باشی غیر از آسمان و زمین، هر آن مخلوقی که تو خواسته باشی بپری از او حمد و ثنا و ستایش تو راست. اهل الثناء والمجد، ای بار الها تو اهلی ثنا و حمد و ستایش و اهلی بزرگی هستی. حق ما قال العبد و كلنا لك عبد، حق بندگان بر بالای حق تو بر بالای بندگان این است که حمد و ستایش تو را بیان کنند
و ما همه بنده تو هستیم. اللهم لا مانع لما اعطیت، ای بار الها هر آنچه تو بر ما میدهی هیچ کسی مانع از او شده نمیتواند. ولا معطی لما منعت، و هر آنچه که تو او را از ما منع میکنی هیچ کسی او را به ما داده نمیتواند. ولا ینفع ذا الجد منک الجد، و هیچ صاحب رسوخ و صاحب قدرت و صاحب توانایی از او، قدرت و رسوخی از او، از عذاب تو هیچ چیزی را، از غضب تو هیچ چیزی را منع کرده نمیتواند، بلکه یگانه چیزی که سبب رحمتی تو میشود، سبب منع عذاب و غضب تو میشود، او عملی صالح است. پس اگر شخصی فقط ربنا ولک الحمد میگوید به این اکتفا میکند اشکالی ندارد، و کسی که از این بیشتر میگوید اشکالی ندارد، میگوید که ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض و ملء ما شئت من بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. و این همه ادعیه وارد است و اشکالی خواندن از او در نماز اشکالی ندارد. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد و تا با قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله در قسمت آینده هم ادامه این مطلب را با ادامه این مطلب در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با شما می باشم و تا با او وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.